با سوت عادل النقبی بازی فینال تورنمنت چهارجانبی العین در ورزشگاه حذا بن زاید از این لحظه آغاز شد و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران توپ اولو برگردوندن در زمین ازبکستان. بازی که میتونه بسیار هم جذاب دنبال بشه. ازبکستان از صد مصر گذشته و فینالیست شده و ما تیم ملی کیپ ورد رو شکست دادیم و به فینال تورنمنت چهارجانبی العین در فیفا دی آبان ماه خودمون رو رسوندیم. و حالا مداوا-داری روی سعید عزت‌اللهی توسط کادر پزشکی ما هم انجام میشه. امین قلعه‌نویی با اعضای کادر فنی خودش داره صحبت میکنه. آندو تیموریان لب خط داره با سامان قدوس نکاتی رو چک میکنه. رحمان رضایی با هاشم نژاد حرف میزنه و مداوا روی سعید عزت‌اللهی داره انجام میشه. 8 دقیقه از زمان بازی گذشت و احتمالاً تعویض اجباری رو تیم ملی ما خواهد داشت در میانه میدان. پیام نیازمند رو داریم. سعید عزت‌اللهی ما متاسفانه مصدوم هست. آروم آروم به کمک کادر پزشکی داره میاد از زمین مسابقه بیرون تا تعویضی اجباری برای تیم ملی ما صورت بگیره. محمد قربانی رو میتونن قاعدتاً جایگزین سعید کنن، کسی که همپست او هست و در میانه میدان تو همین فوتبال امارات کار خودش رو داره دنبال میکنه. در لیگ امارات هم خوش درخشیده و بازیکن با تجربه است در میانه میدان. برای تیم ملی فوتبال کشورمون از زمین مسابقه بیرون رفت و محمد قربانی جایگزینش شد. اشتباه ضربه محکمی که اونجا زده میشه با بیرانوند. عالی واکنش نشون میده. با فرصت داره ازبکستان. تو بلوکه شد. دوباره توپ برگشتی. استون اورونوف زاویه بسته است. ضربهشو میزنه با توپ مدافعان پرتعداد ما برخورد کرد. بیرانوند به خوبی توپو مهار کرد. هر زحمتی هست صالح هردانی توپ کنترل میکنه ولی پاسش خوب نیست. اونجا بین مدافعان موقعیت برای ازبکستان. ضربه فنی به سمت دروازه. علی بیرو به خوبی اومد و زاویه رو تنگ کرد برای شوکوروف. اجازه نداد که دروازه‌شو باز بکنه. فرار از کمند آفساید گیری بین مدافعان. پاس تودری که ارسال شده. این ضربه چیپ و فنی شوکوروف که با این اختلاف از کنار دروازه ما به بیرون رفت. حرکت بازیکنان روی پنجره در محوطه جریمه با پای راست ارسال کاتا به روی دروازه. فرصت برای ایران. نتونستن اونجا ضربه سر بزنن. شجاع خلیلزاده از همون حوالی محوطه جریمه حریف با بیرانوند بازی میکنه. هاشم نژاد یه لحظه اونجا نزدیک شد. ترجیحش اینه که خودش مستقیما توپ رو سانت بکنه برای دروازه. ارسال به مقابل دروازه. پرواز مجید حسینی. همچنین نفر به نفر در ترکیب دو تیم ارسال به روی دروازه. تو اون شلوغی محوطه جریمه نعمتوفه که با نوک انگشتانش توپ رو دور میکنه. حالا مستقیم به سمت دروازه. تو شلوغی محوطه جریمه موفق بازیکنان ما هستن و نورافکنه که با این ضربه بلند توپ رو دور میکنه. بازی رو باز میکنه میبره به سمت راست جایی که صالح هردانی اضافه شده. سانتش به روی دروازه. این ضربه سر در مقابل دروازه. فرصت برای بازیکنان ما. نعمتوفه که توپ رو در اختیار میگیره. انجام بده صالح هردانی. بلند به محوطه جریمه. این ضربه سر موقعیت برای بازیکن ما روی خط محوطه جریمه. سامان قدوس. استون اورونوف از زمین بازی بیرون میاد. حوالی محوطه جریمه صاحب توپ هم بازیکنان ازبکستان. موقعیت برای اسکندروف میاره به سمت راست. سانت به روی دروازه. علیرضا بیرانوند اونجا هوشیاره و در دو مرحله توپ رو جمع میکنه. اجازه نمیده که روی سانس سیفیه بازیکنان ازبکستان به توپ ضربه بزنن. بازیکنان ذخیره ازبکستان نشون میده که توپ تو لحظه آخر برخورد داشته با بازیکن ازبکستان. توپگیری علیپور میره به سمت دروازه. میتونست بلند بشه و حرکتش رو ادامه دار بکنه. کارت قرمز مستقیم برای بازیکن ازبکستان و خوسانوف. مدافع باشگاه منچستر سیتی به دلیل خطایی که به روی
علی علیپور انجام داد، کارت قرمز مستقیم رو دریافت کرد. چه پاس رو عقب، پیگیری و سماجت علی علیپور، مجبور شد که با خطا متوقفش بکنه. خوسانوف و کارت قرمز رو دریافت کرد. حالا ازبکستان 10 نفره میشه. میلاد محمدی به کار باید سرعت بدن بچهای ما برای اینکه در همین 90 دقیقه به گل برسن. یه حساب پشت سر مدافع علی علیپور، یه تغییر مسیر، خود علیپور در محوطه جرم، ضربه فنی علیپور. برخورد داشت اونجا با نعمتوف و دروازه ازبکستان تهدید نشد. کوشکی حالا توپو جلو میندازه، حرکت میکنه، یه بازیکن رو رد کرد، دومی رو جا میذاره، همه رو به هم ریخته در محوطه جرم. فرصت برای ایران، توپ برگشتی، پاس کوتاه، صالح حردانی، ضربش به سمت دروازه. اجازه باز شدن دروازه رو مدافعان ازبکستان نمیدن. کماکان موقعیت دارن بازیکنان ما در محوطه جریمه ازبکستان و در نهایت خطای صالح حردانی اتفاق میفته. چه حرکتی کرد کوشکی در محوطه جریمه. یه بازیکن اینجا پیش رو برداشت، دومی رو یه تغییر مسیر، سومی رو هم جا گذاشته. این پاسش به دهانه دروازه که نتونستن ازش استفاده بکنن. ضربه صالح حردانی همون جون لازمو نداشت برای اینکه از خط دروازه رد بشه. علی کلوف بود که روی خط دروازه توپ رو برگشت داد. 10 نفره شدن ازبکستان باعث شد که فضای بهتری در اختیار بازیکنان ما قرار بگیره. سانت نرمه کوشکی به دهانه دروازه. تکنیکی که داره به رخ میکشه، داره چیکار میکنه تو این دقایق. کوشکی در مقابل مدافعان ازبکستان، حرکت میلاد محمدی، یه تغییر مسیر واسه تک ضربه کوتاه صالح حردانی، سانتش به روی دروازه، فرصت برای بازیکنان ما، توپ برگشتی، نورافکن اونجا با سینه توپو جلو میندازه. برای کوشکی میبره روی پای چپ، سانت تیزش به مقابل دروازه. واسه مدافعان ازبکستان زودتر از مهاجمان ما به توپ ضربه میزنن، توپ رو به کرنر میفرستن. اینجا دستوتش میدمه آقای عادل نقمی. پایان بازی رو اعلام میکنه، نتیجه 0-0 مساوی. همراه باشید با شبکه 3 و برنامه فوتبال برتر تا آغاز ضربات پنالتی. حرکت میکنه نورافکن به سمت توپ با پای چپ، خلاف جهت که نه، ضربه رو به گوشه دروازه زد و اونجا به سمت توپ هم حرکت کرد نعمتوف، ولی اینقدر محکم و جوندار و دقیق زد ضربه‌شون رو. امید نورافکن که توپ به تور دروازه چسبید و اولین ضربه پنالتی رو تبدیل به گل کرد. نورافکن تمرکز میکنه، شامارادوف و حرکتش به سمت توپ، چند تا مکس رو داره و ضربه خلاف جهتش وارد دروازه میشه. شامارادوف هم پنالتیش رو تبدیل به گل میکنه. محمد قربانی تمرکز، حرکت به سمت توپ، میزن و خلاف جهت توپ رو در وسط دروازه قرار میده. نتونست این بار تشخیص بده مسیر توپ رو نعمتوف. با روحیه درون دروازه از بیرانوند با پایشم میزن و میگیره بیرانوند. حسم به میگفت میگیره این ضربه پنالتی رو، به خوبی هم این کار رو انجام داد بیرانوند. با توجه به حرکاتی که داشت انجام میداد قبل از زدن ضربه توسط اسکندروف، موفق شد که این ضربه پنالتی رو مهار بکنه. به وسط زد ولی از پاهاش استفاده کرد بیرانوند و به این شکل توپ رو مهار کرد. کار راحتی نیست قرار گرفتن پشت ضربه پنالتی، اونم در رقابت‌های ملی. سوت آقای عادل نقمی، حرکت محبی با پای چپ میزنه میگیره دروازه‌بان ازبکستان. کمجون زد محبی ضربه‌شو، مسافش با علیرضا بیرانوند. یه مکس میزنه و خلاف جهت توپ رو درون دروازه قرار میده عبدالله. از ضربات پنالتی هم مساوی میشیم، 2-2 مساوی. سوت داور حسینی حرکت میکنه به سمت توپ با گام‌های کوتاه، خلاف جهت چقدر قشنگ زد، یه بغل پای مطمئن توپ رو به تور دروازه رسوند. ضربه پنالتیش رو تبدیل به گل کرد مجید حسینی. یه مقدارم به وسط زد
مجید حسینی ولی نعمتوف نتونست که مسیر توپ رو تشخیص بده. آشورماتوف چهارمین ضربه پنالتی رو برای ازبکستان باید بزنه. علی بیرون میگیره یا نه؟ حرکت آشورماتوف، نگاهش به دروازه، میزنه و این ضربه رو میتونست بگیره بیرانوند. وای، خوب مسیر توپ رو تشخیص داد، به سمت توپ هم خیز برداشت علیرضا بیرانوند، ولی توپ از کنار دستانش رد شد و وارد دروازه شد. منتظر اجازه داور میلاد محمدی. حالا سوتشو به صدا در میاره داور بازی. حرکت میلاد محمدی، بد زد میلاد محمدی. وای، چرا باید اینطوری ضربه پنالتی رو بزنی آقا میلاد؟ هم کمجون زد و هم شکل حرکتیش طوری بود که دروازه‌بان ببینی اول به سمت راست رفت یه لحظه نعمتوف، ولی تشخیص داد پنالتی رو. حرکت بازیکن ازبکستان میزنه و خلاف جهت توپ رو درون دروازه علیرضا بیرانوند قرار میده. تیم ازبکستان موفق میشه که در ضربات پنالتی تیم ملی کشورمون رو 4-3 شکست بده. امیدوارم که از دیدن این بازی لذت برده باشید. در حال بازی خوبی بود برای تیم ملی کشورمون در راه آماده سازی برای جام جهانی پیش رو. من از حضور شما مرخص میشم. همراه باشید با شبکه 3 برنامه فوتبال برتر و آقای میساقی و میرزاپور. خدایا رو نگهدارتون باشه.